همم. اینجا پادکست قصه. امشب قسمت سوم از پادکست قصه رو ضبط میکنیم. خوشحالم که این قسمت رو با یک میکروفون داریم ضبط میکنیم. کیفیت احتمالاً بالاتره. هنوز خیلی خوب بلد نیستم باهاش کار کنم، ولی مهم اینه که ادامه بدیم. چند روزی قصه نگفتم براتون. امشب امیدوارم که قصه رو دوست داشته باشین و خوشحالم که دو قسمت قبلی رو احتمالاً شنیدین و احتمالاً قراره این قسمت رو هم بشنوید. داستان امشب در مورد تور هست. اگر سری های مارول رو دیده باشید احتمالاً اسم تور و لوکی رو شنیدید. از کتاب داستان های فولکلور اسکاندیناوی. اسم داستان چکش تور. در سرزمین های یخزده و مه‌آلود اسکاندیناوی خدایان و موجودات شگفت‌انگیزی زندگی می‌کردند. یکی از مهمترین خدایان تور بود. خدای رعد، باران و محافظ آزگارد و نگهبان انسان‌ها. تور با چکش بزرگش میولنیر قادر بود هر دشمنی رو شکست بده. در آسمان و زمین به فرمان خودش زلزله راه بندازه. اما افسانه ما آغاز میشه نه با نبرد، بلکه با درس تواضع و هوشمندی. یک روز غول یخی عظیمی به نام تریکس تصمیم گرفت چکش میولنیر متعلق به تور رو بدزده و جهان رو در هرج و مرج فرو ببره. تور در آزگارد متوجه شد که چکشش ناپدید شده و هیچ راهی برای پیدا کردنش به تنهایی نداره. بنابراین به لوکی، خدای حیله و نیرنگ، مراجعه کرد. لوکی همیشه ماجراجو و زیرک بود. پیشنهاد کرد تور نگران نباش، ولی من میتونم چکش رو پیدا کنم. اما مهمتر از اینه که تو باید به هوشمندی و نه فقط به قدرتت اعتماد کنی. تور ابتدا لبخند زد و گفت من خدای قدرتم، چه نیازی به حیله و نیرنگ دارم؟ لوکی اما با آرامش پاسخ داد گاه قدرت خام کافی نیست. شجاعت همراه با تدبیر پیروز واقعیه. تور و لوکی به سرزمین غول‌ها رفتند، جایی که کوه‌ها از یخ ساخته شده بود و بادهای سرد استخوان‌ها رو می‌سوزوند. غول تریکس، غولی بسیار بزرگ و باشکوه، در قلعه‌ای پوشیده از یخ زندگی می‌کرد و هر حرکت انسان‌ها رو میتونست پیش بینی کنه. تور به دروازه رسید و با صدای غرنده‌اش فریاد زد چکش من رو برگردون وگرنه. اما تریکس فقط خندید و گفت قدرتت بدون عقل هیچ فایده‌ای نداره. اگه میخوای چکش رو به دست بیاری باید از آزمون‌های من بگذری. تریکس غول یخی گفت اگر میخوایی چکشت رو پس بگیری باید سنگی عظیم‌تر از کوه رو بلند کنی و اون رو روی سکوی من قرار بدی. تور با چکشش آماده شد، اما سنگ بسیار بزرگتر از چیزی بود که تصور میکرد. اون چند بار تلاش کرد ولی وزن سنگ اون رو به عقب میکشید. در همین لحظه لوکی گفت قدرتت به تنهایی کافی نیست. از یک زاویه دیگه به سنگ ضربه بزن و اون رو بلندش کن و از یک نیروی تکیه‌گاه بهره ببر. تور دستور لوکی رو دنبال کرد. سنگ رو با زاویه جدید بلند کرد، از نیروی اهرم استفاده کرد و بالاخره اون رو روی سکوی تریکس گذاشت. غول خیره شد و گفت نه تنها قدرت بلکه خرد و مهارت نیز لازم بود. تریکس به اونها گفت آزمون دوم آزمون شجاعته. اکنون باید از پل یخی عبور کنید. هر لغزش روی این پل مساوی مرگه و بادهای سرد استخوان‌هاتون رو میشکنه. پل باریک و لغزنده بود و هر حرکت نامطمئن میتونست پایان زندگی تور باشه. تور شروع کرد به عبور کردن از روی پل، اما شدت باد
اون رو به عقب می‌کشید. دوباره لوکی مشورت داد: گام‌های کوتاه بردار، تمرکز کن و وزن خودت رو روی پاهای عقبیت بنداز. با رعایت این نکته تور قدم قدم عبور کرد و از پل گذشت و وقتی که احساس غرور کرد یادآور شد حتی شجاع‌ترین آدم‌ها هم نباید از مراقبت غافل بشن. آزمون سوم آزمون هوشمندی بود. تریکس آخرین آزمون رو تعیین کرد. این یک معماست. اگر جواب درست رو پیدا نکنی چکش هرگز به تو باز نخواهد گشت. معما این بود: اون چه چیزیه که هرچی بیشترش کنی کمتر به نظر میاد. تور اول نتونست پاسخ بده. توی فکر خودش غرق شده بود. ولی لوکی با لبخند گفت: پاسخ رو از طبیعت و زندگی بیاموز. جواب گرسنگی بود. تور دوباره تلاش کرد و پاسخ داد: آنچه هرچه بیشترش داشته باشیم کمتر به نظر می آید گرسنگی است. تریکس با احترام به هوشمندی تور چکش رو برگرداند. اما تور فهمید خشم و قدرت به تنهایی کافی نیست، بلکه هوشمندی و تدبیر و همراهی دیگران عامل واقعی پیروزیه. اون با چکش خودش به آزگارد برگشت و از اون پس نه تنها خدای قدرت بلکه نماد عدالت و خرد نیز شد. قصه تموم شد. من خودم اولین بار بود داشتم میخوندمش و به نظرم لوکی باید میشد خدای دانش. نمیدونم چرا اساطیر اسکاندیناوی این شکلی هن، ولی واقعا خندم گرفته از این قضیه. خلاصه که شما بدونید که قدرت به تنهایی کافی نیست و یک لوکی رو تو زندگی پیدا کنید که حسابی کمکتون کنه و در نهایت هم همه چی به اسم خودتون تموم شه. لوکی همچنان خدای حیله بمونه و شما بشید خدای خرد و عدالت و محافظ انسان ها و اینها. شب بخیر.